21 مای رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی در مراسم افتتاح نمایشگاه رقمی تحت عنوان رشته‌های عنعنه‌ها جشن میراث فرهنگی تاجیکستان که در نمایشگاه معروف اتک هاوس شهر نیویورک برگزار گردید اشتراک و سخنرانی نمودند. نمایشگاه مذکور در شکل لایحه اینتراکتیوی جهت معرفی میراث فرهنگی ملت تاجیک آماده کرده شده است. در درآمدگاه نمایشگاه اتک هاوس زیر آهنگ جذاب و دلنشین ساز ملی چنگ محصول دست هنرمندان ماهر و خوش‌ذوق تاجیک، سر و لباس ملی از جمله گلدوزی چکن، هنر کنده‌کاری در چوب، نانهای خوش‌طعم، اسباب‌های قدیمی روزگار، رسم و مصوره‌ها و دیگر محصولات وطنی به معرض تماشا گذاشته شد. ضمن افتتاح رسمی نمایشگاه ملی، نخست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در نزد حاضرین با نطق پرمحتوا برآمد کردند. محترم رستم امامعلی ابراز داشتند که تاجیکستان همچون سرزمین باستانی در طول هزار ساله ها همچون مرکز مکالمه تمدن ها، زادگاه شاعران نابغه و مکان گسترش عنعنه های جاویدانه به اهل بشر خدمت های زیادی کرده است. با قناعتمندی ذکر کرده شد که تاجیکستان مکان یک قطار یادگاری های میراث عمومی جهانی یونسکو از جمله شهرک باستانی سرزم، باغ ملی تاجیکان در پامیر، ممنوعگاه بیشه پلنگان و دالان زرافشان قراقوم می باشد. در نتیجه تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه دولت و حکومت مملکت سالهای آخر یک قطار عنعنه‌های ارزشمند ملت ما از قبیل هنر گلدوزی چکن، موسیقی فلک، ساز رباب، عنعنه‌های بافتن اطلس و ادرس، جشن‌های سده و مهرگان از جانب یونسکو همچون میراث غیرمادی بشریت اعتراف گردیدند. مردم تاجیک با دیگر یادگاری و سنت‌های ملی خویش به مانند موضع‌های تاریخی تخت سنگین و هولبوک، آشی پلو و جشن بین المللی نوروز افتخار می‌نمایند. همچنین در مراسم افتتاح مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد اچیم استینر سخنرانی نمود. پس از انجام قسم افتتاحی نمایشگاه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از نمایشگاه رقمی دیدن کردند. در مجموع نمایشگاه مذکور بازگوی تاریخ و تمدن باستانی، فرهنگ پرغناوت، احیای هنرهای قدیمی مردمی، عنعنه و ارزش‌های والای معنوی ملت تاجیک و شهادت از هنرمندی و بنیادکاری، میهندوستی و سازندگی و تمدن آفر بودن ملت تاجیک گردید. مورد به ذکر خاص است که در همایش مذکور نمایندگان بیش از 50 کشور دنیا اشتراک نمودند. اشتراکداران همایش فرهنگی از شناسایی و تماشای نمایشگاه هنرهای مردمی تاجیکستان تأثیرات نیک و گوارا برداشتند.